سلام رفقا، حالتون خوبه؟ امروز اومدم سراغ یک دریل چکشی مدل 11253 که برام آوردن و واقعاً وضعیتش جالب نبود. قبل از اینکه وارد تعمیر بشیم، این عکس اولیه دستگاه رو ببینید. غیره ظاهرش سالمه، اما داخلش داستانی بود برای خودش. دستگاه همونطور که میبینید بعد از باز کردن قاب‌ها اولین چیزی که مشخص بود خرابی دنده کلاچ، بولبیرینگ‌ها، گریس خشکی و خوردگی چرخ دنده ها بود. این موارد معمولاً توی دریل هایی دیده میشه که تحت فشار زیاد یا کار اشتباه استفاده میشن. یکی از مهمترین علتهای خرابی این مدل دریل چکشی اینه که خیلی از دوستان فکر میکنن این دستگاه برای کنده‌کاری هم مناسبه، در صورتی که این دریل صرفاً برای سوراخ‌کاری در بتن و مصالح سبک طراحی شده، نه برای تخریب یا کارهای پیکوری. وقتی ازش برای تخریب استفاده بشه، دنده کلاچ، متگی را بولبیرینگ‌ها خیلی سریع آسیب میبینن. و چند نکته مهم رو هم اینجا بگم تا دستگاهاتون عمر بیشتری داشته باشن. 1. همیشه قبل از کار مته مناسب انتخاب کنید. 2. این مدل دریل ها باید همیشه گریس کاری دوره‌ای بشن. 3. اگه هنگام کار صدای زیاد، لرزش غیر طبیعی یا بوی سوختگی احساس کردید، سریع خاموش کنید. 4. برای تخریب حتما از دستگاه‌های مناسب مثل هامر یا چکش تخریب واقعی استفاده کنید. 5. هیچ وقت فشار بیش از حد به دستگاه وارد نکنید. خودش کارش رو انجام میده. خب بعد از تعویض دنده کلاچ، بولبیرینگ‌ها، چک کردن شافت و تنظیمات کامل، دستگاه رو دوباره مونتاژ کردید. همه قطعات سر جای خودشون قرار گرفتن و گریس تازه هم داخل گیربکس اضافه شد. و حالا وقت تست دستگاه غیره. همونطور که میبینید دور موتور، ضربه، صدا و قدرت دستگاه کاملاً برگشته به حالت استاندارد. دریل بدون لرزش اضافی کار میکنه و برای سوراخ کاری کاملاً آماده است. رفقا، اگه این نوع ویدیوها براتون مفید بود، لطفاً ویدیو رو لایک کنید و کانال رو دنبال کنید تا آموزش‌های بیشتر در مورد تعمیر ابزارهای برقی رو از دست ندید. هدف من اینه که شما بتونید ابزارهای خراب رو تو خونه یا محل کار خودتون با هزینه صفر تعمیر کنید. مرسی از همراهیتون. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار. Saçma oldu bu.